تریور رید، افسری سابق نیروهای بحری آمریکا از سال 2019 در زندان روسیه بود. او با اتهام حمله به مأمور پلیس به 9 سال زندان محکوم شد. خانواده رید به بیگناهی او پایفشاری و طلب داشتند که آزاد شود. او را روز چهارشنبه آزاد کردند. سخنگوی کاخ سفید گفت مبادله محبوسان در ترکیه صورت گرفت. این یک روز مهم و یک حادثه خاطرمون است. حادثه‌ای که نتیجه تلاش پرزیدنت جو بایدن برای برگردانیدن آمریکایی‌های اسیر افتاده از تمام جهان میباشد. ایالات متحده هم خلبان روس کنستانتین یارشنکو را بعد 20 سال زندان از محبس کنکتیکوت آزاد کرد. او با گناه قاچاق کوکائین به ایالات متحده زندانی شده بود. مقامات روسیه گفتند تبادل محبوسان نتیجه گفتگوی دراز دو کشور است. پسکی آشکارا گفت تبادل محبوسان موقع امریکا را نسبت به تجاوز روسیه در اوکراین تغییر نمی‌دهد. رهایی تریور رید، بازگشت او به نزد اویلا و دسترسی او به کمک در انتظار طبی موقع و نقشه پرزیدنت را در مورد بسته نوی کمک ها و ادامه دستگیری اوکراینی ها دیگر نمی کند. رید یکی از چندین آمریکایی‌هایی است که بازداشت و زندانی شدنشان در روسیه سر و صدای زیاد برپا کرد. بسکتبال بازی معروف بریتنی گرینر هم روز 17 فوریه در فرودگاه مسکو با اتهام نگهداری غیرقانونی مواد مخدر بازداشت شد. پال اویلن، سربازی سابق نیروهای بحری آمریکا، سال 2018 در روسیه بازداشت و بعد 2 سال با اتهام جاسوسی به زندان محکوم شد. مقامات آمریکایی حامیان حقوق و خانواده‌اش اتهام را بی اساس می‌خوانند. من گناه نکردم، نه آدم ربایی و یگان جنایت نکردم. کاخ سفید میگوید برای آزادی پال اویلن و آمریکایی‌هایی که بیگناه بازداشت و زندانی شدند تلاش دارد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی در روز چهارشنبه از تبادل زندانیان یادآور نشد و برعکس تهدید کرد که به هر کشوری که به گفته او به عملیات مخصوص نظامی در اوکراین دخالت میکند پاسخ برقاسا خواهد داد.